خانم ها و اجازه بدهید خواهر سوال کند که مسلمان نیست. سلام آقای نایک، نام ما ونکت تماس و از چند سال بدین سو نزد خانم مسلمانی درس میخوانم. سوال من در اینجاست که شما خود گفتین که هیچ یک از ادیان نمیخواهد تا انسان برای غلط بره. پس علت در چیست که مسلمانان همواره کوشش میکنند تا ما به دین اسلام روی بیاریم؟ خواهر ما سوال کردند که من با مسلمانان موافق نیستم. وقتی نایک میگوید همه ادیان معتبرند، بنابراین مسئله در چیست که مسلمانان همواره میگویند به اسلام بپیوندید؟ مورد اول من گفتم که همه ادیان در مورد اکثریت از مواردی که صحبت میکنند درست است، ولی اسلام در پهلوی صحبت از موارد درست راهی را برای شما نشان میدهد که چطور بتوانید خوبی و درستی را دریابید. و مثال هم میدهد که همه ادیان میگویند منفیگرا نباش، اسلام هم میگوید منفیگرا نباش، ولی اسلام نشان میدهد تا چگونه منفیگرا نباشی. جلو جرم و جرایم و بدبختی را میگیرد که بعد از آن اصلا جرم در کار نخواهد بود. خب این است که من میگویم اسلام بر علاوه راه رسیدن به خوشبختی را برای شما روشن میسازد. در قدم دوم اگر من بگویم که شاگرد از ادیان مقایسوی هستم، اگر شما هندو هستید که هستید، اگر اساسات مربوط به دین خود را تعقیب کنی و اگر هندوی خوبی باشی، اساسات هندویسم تو میگوید که فقط یک خدا وجود دارد که همه این سخنان را در جوابات قبلی خود ارائه دادم. فقط یک خداوند وجود دارد. اساسات شما میگوید کسی را با او شریک نسازید. بھگواد گیتا در بخش 7 سطر 20 میگوید که هر آن شخص دانایی که از سخنان من استفاده سو نمود، در حقیقت او دیگران را با خداوند شریک ساخته است. شما مجبور هستید که فقط به یک خداوند ایمان داشته باشید. من در گفتگوی امروز خود گفتم که ما مجبور هستیم به انتیم ریشی کلکی اوتار که اسم پدرش ویشنویش یعنی عبدالله باشد، اسم مادرش سومتی یعنی آمنه، کسی که در قریه سنباله یعنی مکه متولد شده، کسی که با رئیس قریه سنباله متولد شد، رئیس قریه مکه، کسی که پیامبر برای مردم پنداشته شد، کسی که روشنی را بر تاریکی حاکم ساخت، کسی که تمام اوامر خوب را برای ما به میان آورد، کسی که تمام بشریت را از خواب به بیداری کشاند و غیره و غیره و غیره. او شخص کی بود؟ اگر شما هندوی خوب باشید مجبور هستید که به انتیبریشی باور داشته باشید، در غیر آن هندوی خوبی نخواهید بود. اگر هندوی خوبی هستید بناهن باید به یک خدای واحد و یگانه باور داشته باشید، نباید با او دیگران را شریک سازی. سطر اساسات شماست که میگوید فقط یک خدای واحد و یگانه است و هیچ شریک ندارد. هیچ اساسی را، هیچ عکس و تصویر برای افاده این امر یعنی شراکت وجود ندارد. و در گفتگویی که من با پندت‌های هندو داشتم درباره شنکراچاریا، من گفتم شنکراچاریایی وجود ندارد. هیچ کس نگفت برادر زاکر شما غلط هستید، هیچ کس. گفتگوی با روی شنکر داشتم در 21 جنوری. او گفت مهمترین و مشهورترین مورد هندویسم برای زندگی کردن است. من برایش گفتم نه، بهترین گزینه برای دریافت حقیقت هستی و زندگی در تعالی قرآن عظیم و شان است. از آنها درخواست کردم که به جمع ما بپیوندند. بهترین گزینه برای زندگی کردن در تعالی. ما 1.3 بیلیون هاست داریم، 1.3 بیلیون هاست. از او دعوت کردم اگر او اساسات مربوط به خود را تعقیب کند بنابراین مجبور است ویدات را به مطالعه بگیرد. آن وقت است که باید به این حقیقت بپیوندد. و بالاخره خواهر، من گفتم که اگر همه اساسات از ادیان مختلف معتبر بودند ولی به مرور زمان جای خود را به اساسات دیگری خالی کردند و خود مبدل شدند. سوامی میگوید 99% ویدات گم شده است و وقتی تنها 1% را با خود داریم باید آنها را خیلی دقیق تعقیب کنیم. یعنی به این معنا که به انتیم ریشی نیست باور داشته باشیم که اگر شما این کار را کنید شما مجبور هستید که به محمد صلی الله علیه و سلم باور و عقیده داشته باشید، مجبور هستید به قرآن باور داشته باشید و من از شما دعوت میکنم خواهر که به دین صلح بیایید و آن وقت شما به خداوند متعال نزدیک میشوید.